سلام بچه، خوش اومده به ویدیو دیگه. بچه هر روز اومده با ویدیو بازی بچه زرد. بچه بخشنه بچه زرد، بعضی تو میدونی بعضی تو نه نمیدونی. بچه بازی بچه زرد یه بازی ترسناکه که معمولا مثلا منی که مثلا 10 سالم برام مهم نی، ولی بچه برای اولین بار دانلود نمیکنم و برای 1000 باره این آپدیت جدیدی داده و برای همه اومدم و بچه تازه این بازی دانلود کردم و خیلی اون قبلا بی خودی بود بس که بزرستانی نشده و الان بزرستانی شده. خبرشو الان دیدم و بریم سراغ ویدیو. بچه هیچ بریم بچه من نه برش کنش. This is Crown Childcare, the gold standard in visiting. You have one new client message. Oh, hello. I'd like to book a sitter for my little prince. It's for 3 nights. You just need to feed him and put him to bed. Easy peasy. His bottle's in the fridge. The address is apartment 10 Euclidean Towers, and the key's under the plant pot. Take care. Thanks. بچه و این آموزش اینه که من به شما عزیز آموزش میدم که این گربه هایی که اینجاست رو پیدا کنی و بچه دیگه اینجوری نیست نه نیمش رو پیدا کنی و تا آخر این ویدیو رو میری 100% و پارت اول و دوم نداره. کلا این پارت اول تا آخره، یعنی اینکه یعنی مثلا پارت 1 و پارت 2 و این خرط پرتا ما نداریم. دهن بچه رو سرویس کنیم. بچه حالا شاید اون یکی ما رو اذیت کنه ولی خب ما بیشتر دارمش رو سرویس میکنیم. اینو بدونید که خیلی قشنگ این بازی و حتما دانلودش کنید. بچه فقط آخرش خیلی غمگینه، خیلی، یعنی اصلا انقدر غمگینه که خدا میدونه، خدا میدونه، خدا. بذار من این 10 تا بندازمش. بینگو کم شد کوفت بچه پر رو بهش کن بچه مانی این غذا کوفتش کنیم. بچه یه چیزی الان اینجا ندیدی؟ کن به خاطر این چیز بزنست. خب از ببینم بچه اینجا ناراحته شروط میخواد. این میخواد پنکه شروط بابا تنگه. بچه یکی دوستان بهش گفتم پنکه گو پنکه من گفتم شروط بابا تنگه. خب بچه رفت این فضولا دفتر دوید رفت نست جین رفت دفتر بگی. خب بعد نازمن نه آخه اینجاش جالبه. نازمن گرفتش بهش میخندید. نگاه مهم نی، کلن مهم نبود براش، به هیچ عنوان براش مهم نبود. یعنی اصلا میگو باشه طوری نی بگه شورت بابا تنگه، بگو شورت نندن تنگه. خب یه ما بریم بکپونیمش که رو ببخشی بچه از یکم خوده.
اینو بچه ما کل اینو پیدا میکنیم. فکر نکنه ما پیدا نمیکنیمش. پیدا میکنیم. فکر نکنه پیدا نمیکنیم. بچه من به حسنم برای ویدیوهای قبل و بعد خیلی زحمت میکشه. یعنی مثلا ببین یه جا کات میشه من مجبورم توی نرم افزاری دانلودش کنم دوباره هی با بشینم 6 ساعت ویدیو آپلود شه. بعد وای عجب دردسری داره این یوتیوبش. وای بچه راستی گفتم یوتیوب. بچه لایک و ساب یادتون نره بچه ها. یعنی ببین دهن من سرویس شد از دست شما ها. فقط به خاطر شما ها دارم میزنم. بچه تو رو خدا لایک کنید. بچه فکر میکنی این کلیک کجاست ها؟ کور خوندی اینجاست. سلام کلید. بچه این بازی باحالیه. نه حتما دانلودش کنه بچه. یکم ترس داره ولی خب مثلا اگه با کسی باشه با کسی نبید. بچه الان نشینید صدا مانیکرافت بگاه این مثلا این تو قارش خواهی چرت میدید چه خواهیش چون نمیاد این میگه فرار کن. این his name is Johnson. بچه ما الان 4 تاشو پیدا کردیم 12 تا. بیگ هد اولترا. نه بچه این مزخرفه. ببین این بریم تا 12. بچه بچه بله اینجای بچه گیش میفته مثل جن مثل جن قشنگ پایین حاضر دارا نمیره پایین. اینجا بعد قشنگ مثل اوبیا بچه رو نگاه کن. بعد میبینی تو غلط کردی رفتی اون پایین کپیدی. بعد میبینی کلش کنی شده. هرچه رازم ازم نشون بدم پشما بمیز. بچه شما میرید این تو واسه این کله شو درست. بچه شما میرید این تو خب این در رو میبندید. خب وقتی این در میبندید بچه ناپدید میشه یعنی کلا میره. خب حالا که ما اینجا رو دیدیم شیر نیست. ای خاک بیست ما بریم بیرون یا در این خر اینجا بسته میشه. دهنه رو ببند لطفا بچه پورو. من نمیدونم کجاست. واسه بچه کجا گذاشتی؟ بابا میگه برو بکپونه. من شیر زدم دنبال شیر تو میگردم. دیگه بکپ کوف. بیشتر نه این امشب رو باید بهش رو بود. امشب رو باید بهش رو بود. خدا دین دین
خدایا چه میگی بابا عروسه کارو نگاه کن خدا این خوش بیسته اینا بابا کجاست این بیسته بابا مگه نذاشتنش اینجا اصلا چه ساعت هیچ به آدم بایش بگیرم بیا برو گوشو بکن چه هر هیچی بچه دیگه واسهتون بازی ترسناک همیشه که نه ولی خب مثلا GTA میذارم بچه ها راستی پارت بعد رو میخوان GTA بهتون آموزش بدن یه چند تا رمز هست که برای همه کنسول ها جواب میده بچه ببینید آشغال ترین کنسول حالا که آشغال ترینش که نه در حال یه جوری معمولی خب بچه برای مثلا اینه برای PS4 و اینا اجرا نمیشه برای PS4 اینا مثلا برای Xbox 360 و این چیزا اجرا نمیشه بچه من الان Xbox 360 دارم و این رمزایی که من دیدم واسه تو پارت بعد بدون نشون میدم و بچه وقتی که میخوای اینو نشون بدم بچه ماشین اسپورته چند دارم ماشین اسپورتش یه دونه خیابان ها یه دونه خیابون مخفیه خب بچه اگه یادتون باشه یه BMW ها خیلی گنگه مثلا رنگ سیاه سفید سبز آبی صورتی این رنگاشه داره و بچه تا ویدیو چرا اشتباه میگم بچه ببینیم ویدیو بیا ببینیم یعنی ای خدا دست این بچه که فقط میخواد زیاد بزنه چی افتاد؟ کن داره میگوزه بچه یکم اینجا هنگ داره چه من یه لحظه برم و بیام بچه واقعا ببخشید منو ببخشید بچه این شب چندمه؟ بچه شب سوم برسه یعنی دیگه آخر ویدیو بچه 3 تا پارت دارم ویدیو به خاطر یه دلایلی ببخشید نتونستم بچه من اینو نمیرم فقط به خاطر شما عزیزان نگول که ویدیو من لایک میکنی و سابسکرایبر منه بچه اگه یه موقعی رسول اومد بگی اگه مثلا اومد من اسقره که حتما بهش بگید مثلا این ننویسید دکمه اسر رسول بچه میدونه رسول خیلی خوشم میاد خیلی دوستش دارم بچه الان قبل اینکه بیام ویدیو رو ببینم خب اینو گفت بچه قبل اینکه بیام این ویدیو رو بذارم خب قبلش داشتم توی یوتیوب ویدیوهای چیزی میدیدم ویدیوهای رسولی باکس داشتم ویدیوها اونو میدیدم بچه
بینشون کنم که حد نه پیسی پسره حنوفی هم یا پشم چشاشو دیدی؟ چشاشو اون باید بیرون خانه بارون چشه بچه دیست گلن در جش بچه من این رازشو میدونم بچه آخرش ما قلقشو میگیریم ولی آخرش ما رو میکشیم آخر ما میکشیم قابشه شد بزن پیش خب پیش خب خیلی چرا لبخند زده دارم دقیقا این چه؟ باشه رفتید شب سوم بچه ببینی خدای چقدر کلاک بده میده آخه خدای ویدیوهای کلاک بده میده نه خدایی خود ما بهتون میدم اگه میگم حتی راستی میگه این تلویزیون رو درست سایی جایی شما چه بابا بچه این رو میدونم باید اپا این رو داریم این رو داریم و شما میرین؟ من چون فروش نمیدونم بابا حالا با غذا بزنیم مسخره میرین باشه حالا میگه دید میگه چشمک بذاره با میکنم خب حالا شما این یه داره فریزش رو میگیریم کاریم بچه براشم هی عوض میشه بچه با این در ایجا بسته میشه
ترسید، ولی من اصلا نترسیدم. شوخی هم نمی کنم و واقعیتش نترسیدم. حالا چی میخوام؟ این خرورش رو بریم که ما توی پلق بچه کجای؟ بچه خوابه غذاشم که خورد. بیا بازم بیا. چی میخوای؟ اینو چی میخوای؟ رسیش میگه من رسیش میگه توانا با قدرتی که دانا آوازه دانش دلتی بانا بچه مرسی که ویدیو رو دیدید. بچه لایک و سابسکرایب یادتون نره. و توی ویدیو بعد